بچه‌ها، خوش اومدیم به عجیب ترین بازی دنیا. متاسفانه زده بود بازیه. من نمیدونم، حالا بریم دنبال پرچم ایران اول بگردیم. ایرانی اینا ایران چیه؟ ما هم نمیزنیم. میزن بعد پدرام آمریکایی کانادا آیات متحده آمریکا مصر. راست میگی؟ کاش میشد. پش اصلا فکرشو میکردی همچین زومی داشته باشه. نگاه کن کجا، ببین کجا بود، چی شد؟ دیدی؟ ایران یه لحظه بسه یه بار دیگه ایران ببینیم. نه اصلا بچه ما اینجا زندگی چرا خفن پاپا بنازم. تا این شکلی ندیده بودم ایران هست. واقعا برنامه بالیا. کوچه زده باورتون میشه؟ اینجا کجاست؟ بعد فاصله خرابیه بود. بیمارستان رضوی. خب بچه اینجا کجاست؟ چرا که عجیبه، یعنی تو واقعا عجیبه. اصلا نیوزیلند باز چه کشوریه؟ هرچی از خیلی دارم میخواد بدونم. هرچی از خارجی نوشته برای همون نمیتونیم آقا ببینیم جونیم. اصلا سعودیه؟ بچه خونه رومندا. بچه اگه موافق یه بار بیایم اینقدر اینجا رو بگردیم. نه دیگه نمیزنه خونه رومندا. هی دلتون میخواد حتما بیایم مثلا هستین یه بار پرچم عجیب غریب ببینیم که نشناسیم. مثلا این همچه کشوری بود واقعا. واقعی تر نشد بچه؟ پشما چه کوچی. What the was بابا. آقا مردم اینجوری پشمام. خونه ها رو میبینین؟ خونه ها رو نشون میده. با دفاع اصلا یعنی انقدر نگاه شبیه فیلمای ماشین واد ماشینا هم یعنی نشون میده داره این ور اون ور میرن. پیشما عدتون میخواد حتما بهتون الان نشون میدم. بابا بنازم. چه خفن بچه های. اولین بار دارم باز. نگاه کن یارو ماشینش لامبورگینیه داره میره. البته باید هم لامبورگینی باشه شهر به این خوبی. چی؟ رئونیون. بچه ها نظرتون چی؟ یه بار بیایم کل اینجا رو بگردیم چی پیدا کنیم؟ بچه ها اگه گفتیم
بگم مثلث برمودا. بیایم مثلث برمودا رو پیدا کنیم. فکر کن مثلث برمودا. اینجوری بیایم نزدیک. همینجوری بیایم نزدیک. یه چیز از مثلث برمودا ببینیم که برموداش برمودای برمودا نباشه. بچه میخواین براتون بذارم حتما بگی یه ویدیو جدا براتون اینو میذارم و بهتون نشون میدم چی اسمشه چیه. یه عکس میذارم تو کانال اسمشو مینویسم حتما برید سرچ کنید ببینید. اصلا چه خوشگله. چه خوشگله. اصلا نگاه کن. حالا بیار نزدیک ببین چه قشنگیه. کیفیت چه آبیه. در میخواد برم همجا همینو بخورم. آب نیست. آب سایه کوه. سایه؟ آره. نگاه سایه کوه. آره. اینا سایه. اونا هم سایه. چه سیاه. اینا نگاه کن اینا. این چیه؟ توش چی؟ اینا صخره است. صخره پیدا کردم. نگاه چه خوشگلن اینا. پیکسلاشو دیگه میتونی. اگه تونستی ژاپن رو پیدا کن. ژاپن؟ اول ایران رو پیدا کن. ایران؟ آره. اگه ایران پیدا کنی باش. ایران حالا مشهد رو پیدا کن. مشهد هم اینجا بابا. مشهد اینجا نیست. وایس نگاه کن اگه این ایرانه واسه کو ایران. ایران یعنی اگه ایران این ایرانه این تهرانه این نمیشه مشهد. خب چون بود نگاه کن. مشهد میخوام یه چیز بگم. برو بولوار توس. خواهد خونمونو نشون بده. اینجا ماشین نیست. خب آبجی زدم اسپانیا. از تو اسپانیا لامبورگینی توی یکی از خیابوناش داشت میرفت. الان ایران مشهدی همه خوابه. اینا چیه؟ واسه خب باید مشهد نشون بده. اینا چیزه؟ اینا چیه؟ اینا قطاره؟ بایستا کاروان قطار باید. اینا چی بایستا ریلو میخوایم ببینیم. تارم نشون میده میدنی. واقعا خیلی نگاه. الان نگاه میای نزدیک چقدر کوچه خیابان شهر. سبت بگم واسه منطقه 11 بسید منطقه 7 پیدا کنم. بچه ها خیلی خفنه. حتما بگیم براتون بذارم برین نصب کنین یا نه. خیلی خفنه. بایستا پرکند آباد علی آباد عباس آباد. علی آباد داریم عباس آباد فکر نکنم. نه عباس آباد اینجا بودن. عباس آباد اینجا عباس آباده. آبجی کاسا تکنولوژی. دیدی ماشین داره بزرگ راه. یه دقیقه زوم نکن. ماشینا رو بیم بکن. چه اینجا ترافیک باشه استانات باشه. آقا هر کی تو از لیموزین پیدا کن. فکر نکنم. نگاه کامیونش معلومه. آره خب اصلا میخواستم بهت خونه بابا بعد ویدیو دیگه دارم ویدیو میگیرم. بده بعد ویدیو هر جا رو میخوانش انقدر میرم نزدیک صدا بود.
ژاپن. آقا بچه مرسی که میدادین 10 دقیقه شد ویدیو رو. قسمت بعدی که دلتون میخواد بگین، حتما بریم مثلث برمودا رست دریاش پیدا کنیم. خب مرسی که میدادین تا ویدیو دیگه. بای بای.